ما کار آمدیم، ما روزه را چه میگیریم؟ به خاطر یک ماهی کاریتون اینا بگذار شما $1000 یافتید. یکی شما میدونید که میلیارد ثواب از دست دادید، میلیارد ثواب با $1000 شما بگید تمام ثواب عوض کردید. میگه روزدار با دو چیز خرسنده. یکم کدام وقتی که اذا افطر فرح بفطره. پیامبر میگه یکم خرسندی روزدار همینه که وقتی ساعت روزشکویش میاد این دقیقه رو نگاه میکنیم، تیستا شو خرسندیم، همین دستمون توقع درست کردیم، خرسندی فرامون نگیرم. یک خرسندی. دویم خرسندیش اذا لقی ربه فرح بصومه. دویم خرسندیش میگه که وقتی خدا جمالش نشانش میده، میگه همین جمال من نشان دادنم به خاطر روزه تای. انا اونجا میگه با روزه داشتنش خرسند میشه که من در عوض روزه داشتنم جمال پروردگار رو دیدم.